حسام جون خاله مهناز اومده، از موقعی که فقط 2 سانت داشتی دیگه ندیدت. لعنتی 2 سانت نبود 3 سانت. آه خدای من، حسام تویی؟ تا همون حسامی که من شوشولشو میشستم؟ آره ای خدا بیا ببینم. او خدای من چه قوی شده. ببینم من یادته؟ نه یادم نی چون بچه بودم. مامان چه زری میزنه؟ حسام بیادب. چطوره یکم بیشتر توضیح بدی؟ یادم روزانه هم بالا پایینت میکردم تا خوابت ببر. چطوره روی این بالا پایین کنی؟ حسام داره نه اگه اسم میکنی با مزن چرا میمیاتو نشونم نمیدی؟ منظورش از این حرفا چیه؟ نه الان که داره یادم انقدر گنده نبوده. تخم سگ آبرومو به نظر نرمه، بذار بیب کنم. حسام تا 2 هفته نه چرا الان روزانه باید نخوابم؟ باورم نمیشه. خاله دوست داره. نه اگه دوستم داشت میذاش دست بزنه. میمیای خاله واسش باهرشه. پسرت بی تربیت خودت از اون بدتری. نه الان داره یادم میاد. اتفاقا داره یادم میاد منو برده بودی حموم. آره یادم میاد. فکر کنم دیگه چطور الان یه هموم بریم ها؟ یادم این کونت انقدر گنده نبود، الان خیلی بزرگ شده. وای خدا، اصلا بزرگ نیستن، اون عمل کرده. اهمیتی نداره چه عملی چه نچرال، من میخوامش. اونم همین الان. آره خاله خیلی بزرگش نه بزرگ اصلی الان خوابه، فقط خاله میتونه بیدارش کنه. کافیه منظورش چیه؟ بیدارش کن ببینیم بزرگی کار دست کی میده. مال کی بزرگه مال کی نه.